بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد. جوانان عزیز، هموطنان گرامی و بخصوص قوم و وطندارای پنشیر و جوانان تاجیک، پیام ما من حیث یک مجاهد و سرباز اسلامی است که فریب عناصر فتنگر و بغاوتگر و مردمان مفسد مافیایی، کسانی که خود و فامیلشان در اروپا، در غرب، در انگلیس و در امریکا در عیش و نوش زندگی میکنند، فریب همچون مردمان مفسد نخورید که به چشم شما خاک بزنند و شما را تشویق بر نفاق و بر بغاوت و سرکشی در برابر یک نظام اسلامی کنند. ما برای شما دلیل از آیات قرآن عظیم الشان میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. این آیات متبرکه به صدها بار برای شما تلاوت کردیم، ولی متاسفانه شما غفلت در این صورت میکنین که مطالعه درستی از کلام الهی ندارین که بدانین که کسانی که مسلمان هستند اونها در راه الله در برابر دشمنان اسلام، یعنی در برابر کفار و مشرکین و ملحدین و پیروانش میجنگند، و کسانی که کافر و بیدین هستند اونها به نفع یهود و نصارا یا در صف یهود و نصارا و به نفع طاغوت میجنگند. امروز احمد مسعود و ضیا و امثال هم امرالله و دیگرها، اینها همگی کسانی هستند که برای نظام دموکراسی میجنگند. نظام دموکراسی نظام کفری است و شما اگر در این راه کشته میشوید خسارت دنیا و آخرت میشه، یعنی هم دنیایتان نابود میشه و هم در آخرت در جمع بیدینا و افراد کفار شما حشر میشوید. پس جوانان عزیز، من برای شما واضح میگم، این را به یقین داشته باشید، حرف ما از تملق و چاپلوسی نیست و من پروای کسی را ندارم. من در این صف که هستم برای رضای حق تعالی هستم، نه به خاطر مقام، نه به خاطر منصب و نه به خاطر پول و چوکی و چیز. پروای احد من الموجود به جز ذات اقدس الهی را ندارم. آدم قاطع سری بدون کبر و تکبر و غرور، یک بنده ای هستیم که فقط رضایت حق تعالی هدف ماست. باز اینطور نشه که فیغانتان بر امریکا و به غرب و بر فرانسه و به این و آن و به سازمان ملل کفار براید که نگذارید که الان ما را نسل کشی میکند. باز اینطور نشود. باز برای ما زنگ نزنین، باز برای دیگرها و برای 4 تا مجاهدین امارت اسلامی از آزرس مردم پنشیر زنگ نزنین، تماس باز نگیرین که الان که ما را نسل کشی میکند. ما خود این مسئولیت ایمانی و وجدانی خود ادا میکنیم. براتون میگیم که جوانان عزیز، فریب از اینها رو نخورید. هر گونه مشکلی می باشه، من حیث یک برادر خردتان، من حیث یک برادر مسلمانتان، من حیث یک قوم و وطندارتان، ما در خدمتتان هستیم. اگر در توان ما نبود، مولوی صاحب قدرت الله برادر بزرگ ما، او را در جریان میمونید، دیگه برادرها را در جریان میمونید که از خود مردم پنشیر است. دیگه تمام مسئولین و تمام رهبری امارت اسلامی من حیث یک برادر مسلمان و مجاهد ما در ارتباط هستیم. اگر مشکلی مثلا داشته باشه و یک نگرانی می داشته باشه، ما میتونیم که این را با میان گذاشتن مسئولین ما رسیدگی کنیم. ولی براتون یادآور میشه باز هم که فریب احمد مسعود که یک انسان بیدین است و با دلایل شرعی ما براتون میگه بیدین. شما او را بودن مجاهد آزادی خواه کسی که آزادی میخواست از امریکا و از کفر و اشغال میخواست. آزادی از مسلمان گرفته نمیشه. دقیقاً آزادی پیروان شیطان و ما میخوایم که آزادی خود از اسلام بگیره، ولی توانشان نمیرسه، زورشان نمیرسه. اینها نابود میشود. برای هیچ عناصر فتنگر، برای هیچ مجرمین سازمان یافته، برای هیچ مفسد فی الارض، برای هیچ شر فساد اجازه بغاوت در یک صف نظام اسلامی نیست. امروز الحمدلله در سطح کشورهای منطقه بدون تملق و چاپلوسی بگوییم افغانستان در یک امنیت کاملا بهتر مردم زندگی میکنند. تا دیروزی که به خاطر یک موبایل مردم کشته میشد، امروز دزد، اختطافچی، قاتل به فرق سرش مطابق به حکم الهی زده میشد. بسم الله الرحمن الرحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. و همینطور شما بغاوتگرا را میگیم که اگر اصلاح نشوید، اگر دنبال روی احمد مسعود و امرالله و ضیا و امثال هم کردید، نابود میشوید، سرکوب میشوید. فرصت براتون داده نمیشود که شما در بین امت مسلمان شما نفاق بندازید، شما نفع ببرید و شما از استخبارات اجنبی پول بگیرید. این فرصت بر کسی داده نمیشه و این توانایی هم در وجودتان نیست و این همت و غیرت و شجاعت و جنگ هم ندارید. برای تو میگم احمد مسعود
که تو یک انسان بیدین، یک انسان پوده، یک انسان بی‌معنا، یک انسان فریب خورده و آله دست انگلیس هستی، پرورده شده این دست انگلیس هستی. واضح هم این حقیقت است. این برای تملق چاپلوسی برای این نیست که ما با امارات چاپلوسی کنیم. خراسانی را همگی میدانه. الله سبحانه و تعالی از قلبش آگاه است که بنده است که بجز رضای حق تعالی پروای احد من الموجود ندارم. ولو سر ما در دارم برد، من سخن حق میگم، من پروای شما مردمان بیدین ندارم و من شخصی کتیتان مطابق بر رضای حکم الله کتیتان جنگ میکنم. کسی بخواهد نخواهد، کسی کتیتان صلح هم کند، این خوب به گوش باز میشه. چرا که شما بیدین هستید، چرا که شما مفسد هستید.